سلام بر شما. اخبار امروز جمعه 16 سپتامبر را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه جشن 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و آشتی ملی تابستان آینده در شهر وحدت دایر می شود. خیلی نشونم ته تشون نماز میخوندم. ایش میبردک تشون عرق میخوندم. مرا همه یک شرط نه ایزدگی نه وایزدگی. فرماندهان تاجیکستان و روسیه میگویند از وضع امنیتی نگران نیستند ولی برای هر گونه خطر احتمالی آماده شدند. این تمرین شهادتی بد شدن وضع منطقه نیست. ما باید همیشه آماده باشیم و برای همین یک بار دیگر نیروی خود را سنجیم. نمایشگاه مال‌های چینی در تاجیکستان نمایش مال‌هایی که خریداران نمی‌دانستند در ترکیبشان چی هست. تفصیل خبرها. ساکنان شهر وحدت 25 کیلومتری شرقی پایتخت تاجیکستان به تجلیل 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح آمادگی می‌گیرند. با امر امام علی رحمان رئیس جمهور که روز 15 سپتامبر نشر کرد، مراسم اصلی تجلیل امضای سازشنامه صلح که به جنگ شهروندی خاتمه داد در وحدت صورت می‌گیرد. وحدت یکی از صحنه‌های نبردهای شدید در زمان جنگ 5 ساله داخلی تاجیکستان بود. میرزا نبی خالقزاد به این شهر رفت. ما در صحن یک میدان ورزشی قرار داریم که در شهر وحدت 25 کیلومتری پایتخت تاجیکستان قرار دارد و روز 27 ایونی سال 2017 در اینجا مردم تاجیکستان جشن روز وحدت ملی را استقبال خواهند کرد. امروز پرزیدنت تاجیکستان با یک فرمان خود روز وحدت ملی یعنی جشن روز وحدت ملی را در شهر وحدت تعیین نمود. تا جشن روز وحدت ملی یک سال دیگر مانده است، ولی از حالا با ساخت ورزشگاه، سبزکاری زمین، بنیاد منبر و بالکن جای مهمانان اساسی ساخته می شوند. سرمهندس این ساختمان نماینده شرکت ساختمانی اولیاخوجه جنید رسولوف به رادیو آزادی گفت برای پره به انجام رسانیدن این میدان از جانب حکومت 45 میلیون سوم جدا شده است. وی گفت مهندسان کوشش میکنند که میدان را 2 ماه قبل از روز وحدت ملی مورد بهره برداری قرار دهند. این ورزشگاه برای 25,000 جای نشست است. جای نشست 25,000 آدم ساخته می شود. سالهای ناآرامی این ناحیه با نام کافرنیان معلوم بود و از صحنه‌های درگیری شدید میان نیروهای سابق اپوزیسیون تاجیک و حکومت قرار داشت و در نتیجه صلح تاجیکان که بعد از امضای آن در تاریخ 27 یونی سال 1997 برخی از فرماندهان اپوزیسیون این سند سازشنامه را اعتراف کردند و وارد ساختارهای نظامی حکومت تاجیکستان شدند. اما برخی از آنهایی که این سند را اعتراف نکردند در نتیجه عملیات یکجایی نیروهای حکومت و اپوزیسیون آنها از بین برده شدند. ساکنان شهر وحدت میگویند صلح و آرامی را در این منطقه در بهای جان به دست آوردند و از جشن وحدت ملی در سال آینده استقبال خواهند کرد. خیلی نشونم ته تشون نماز میخوندم. ایش میبردک تشون عرق میخوندم. مرا همه یک شرط نه ایزدگی نه وایزدگی. تجلیل سالگرد سنه‌های تاریخی در تاجیکستان در شکل نمایشنامه‌های مجلل تئاتری با اشتراک هزارها نفر سنت نوی است که سالهای اخیر رشد کرده است. حدوداً 2 هفته تاجیکستان 25 سالگی استقلالیت کشور را با اشتراک دست کم 50,000 نفر جشن گرفت. شهروندان کشور که اکثرشان از نبود جای کار شکایت می‌کنند، از خرج زیاد در این جشن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند. هفته آینده شورای حقوق بشری سازمان ملل در نشست در شهر ژنو مسئله رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را بررسی می‌کند. در این نشست اعضای شورا از هیئت تاجیکستان می‌پرسند که برای راه ندادن به قانون شکنی و تامین ولایت قانون و مراعات حقوق انسان چه تدبیرهای اندیشیده است. جزئیات دیگر در گزارش عبدالله اشور. دولت تاجیکستان که ماه می در شهر ژنو درباره وضع حقوق انسان در کشور گزارش داد، روز 22 سپتامبر دیگر باره به سوالهای اعضای شورای حقوق بشری سازمان ملل جواب میگوید. در این جلسه حکومت تاجیکستان در برابر بهبود وضع حقوق انسان از کشورهای عضو شورا 203 مشورت گرفت و 117 تای آن را پذیرفت. پاسخ به 70 مشورت دیگر را تاجیکستان ماه آگوست امسال فرستاد.
در اداره حقوق انسان و ولایت قانون در تاجیکستان که یک سازمان غیر حکومتی است به رادیو آزادی گفتند 70 توصیه به قبول نقشه فراگیر تأمین حقوق انسان، تأمین استقلالیت نظام دادگستری، آزادی مذهب، بیان عقیده بوده است. ضمن بررسی گزارش تاجیکستان در ماه ایون در شهر ژنو، کشورهای عضو گفتند ضمن محاکمه اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان به قانون شکنی راه داده شده است. ولی مقامات تاجیکستان در شرح گفتند که مرافعه دادگاهی اعضای هنیت از روی قانونهای تاجیکستان جریان گرفت و این قانونها جوابگوی معیارهای دادگستری بین المللی است. در پاسخ به تقاضای آزادی بلافاصله و بدون شرط زندانی‌هایی که از روی انگیزه‌های سیاسی محکوم شدند، از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، حکومت تاجیکستان گفته است این ادعا را قبول ندارد چون که پرونده‌های محکوم شده‌ها انگیزه‌های سیاسی ندارند. با درخواست دسترسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به زندان‌های تاجیکستان، حکومت پاسخ رد داده گفته است بازدید و ارزیابی این مؤسسه‌ها باید از روی قانون‌های تاجیکستان صورت بگیرد. مسئولان این سازمان بار اخیر سال 2004 از زندانهای تاجیکستان دیدن کردند. مقامات تاجیکستان میگویند جوابهای آنها به اعضای شورای سازمان ملل بر اساس پاسخهای رسمی آماده می شود که ماه اوگوست به شورا فرستادند. و رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. کاخ سفید میگوید تلاش دارد در رخنگران اینترنتی روس را به جوابگری جنایی بکشد که آنها با دزدیدن اطلاعات می‌خواهند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خلل‌دار کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، دزدیدن اطلاعات کمیته ملی حزب دموکرات و دیپلمات‌های سابق آمریکا مقامات آمریکا را به این خلاصه آورده است که هدف روسیه نه فقط نشان دادن برتری یک نامزد به نامزد دیگر، بلکه بی آبرو کردن انتخابات و دموکراسی در امریکا است. جزئیات دزدیدن اطلاعات حزب دموکراتی آمریکا را در یک گزارش می‌بینیم. رخنگران اینترنتی دیگر باره به اطلاع کمیته ملی حزب دموکرات دست درازی کردند. انگشت اشارت هم به سوی روسیه است. رئیس کمیته ملی حزب دموکراتی آمریکا گفت در پشت حمله‌های اینترنتی رخنگران اینترنتی تحت حمایت دولت روسیه می‌ایستند. سندهای دزدیده حزب را در صحیفه ویکیلیکس در توییتر گذاشتند. نام رخنگر هم گوسیفر 20 بوده است. در حمله اخیر رخنگران معلومات مالی حزب و سراغه و شماره‌های دانارهای حزب را دزدیدند. از جمله شماره تلفنی همراه تیم کین را که نامزد به مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا است. روسیه را با آن متهم می‌کنند که سعی دارد به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر گذارد. دونالد ترامپ نامزد به مقام پرزیدنتی آمریکا ماه ایول از روسیه خواست که نامه‌های الکترونی رقیب دموکراتش هیلاری کلینتون را پیدا کند و چند پیش نامه‌های کالین پاول وزیر سابق امور خارجه آمریکا را دزدیدند که در آنها گنرالی بازنشسته ترامپ را رسوایی ملی و منفور بین المللی نامیده است. برمیگردیم به تاجیکستان. فرماندهان نیروهای روسیه و تاجیکستان گفتند که برای مقابله با هر گونه خطر آماده هستند و یکدیگر را در مبارزه با ضد تروریسم و دیگر تهدیدهای امنیتی تنها نمیگذارند. افسران بلندرتبه تاجیک و روس در این باره بعد از انجام رزمایش مشترک سربازان دو کشور در تاجیکستان صحبت کردند. رزمایش‌ها روز 15 سپتامبر خاتمه یافتند و امرالدین عالم شاهد این مشق‌های نظامی بود. مرحله نهایی رزمایش مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و پایگاه حربی 201 روسیه روز 15 سپتامبر در رزمایشگاه لاهور 25 کیلومتری جنوب و غرب دوشنبه برگزار شد. آنها دشمن شرطی را سرکوب کردند که یک بنا را تحت تصرف خود درآورده بودند. در این رزمایش حدود 800 نفر اشتراک کردند و زیاده از 200 تکنیک‌های حربی استفاده شدند. فرق این رزمایش از دیگر مشق‌های نظامی در آن بود که در این رزمایش قوه‌های هوایی استفاده نشدند. در این رزمایش بتالون گروه تاکتیکی پایگاه نظامی 201 گروه عملیاتی و روتای تعینات مخصوص وزارت دفاع، گروه تعینات مخصوص نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی و گروه تعینات مخصوص قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اشتراک کردند.
ин тамрин шаҳодати бад шудани вазъи минтақа нест. мо бояд ҳамеша омода бошем ва барои ҳамин як бори дигар нерӯи худро санҷем. изҳороти Гапаненко дар бораи вазъияти минтақа ва Тоҷикистон дар ҳолест ки тақрибан 2 сол боз мақомоти Русия ва Тоҷикистон аз бад шудани вазъи Афғонистон нигаронанд ва борҳо аз хатари эҳтимолӣ аз он сӯи омӯ ҳарф заданд. агар сулҳ мехоҳӣ ба ҷанг омода бош. ҳар лаҳза ҳар ҳодиса шуданаш мумкин аст. ҳар лаҳза метавонад ҳодисаҳои ногувор ва ҳамлаҳои ногаҳонӣ рух диҳад ва дар ин ҳолат омодагии нирӯҳо бисёр муҳим аст. нирӯҳои Тоҷикистону пойгоҳи 201 Русия эълон доштанд ки барои муқобила бо ҳар гуна хатарҳо дар кишвар омода ҳастанд ва якдигарро дар чунин мубориза танҳо нахоҳанд гузошт. رو می‌آوریم به مسائل اقتصادی. در شهر دوشنبه نمایشگاه محصولات شرکت‌های ولایتی گانسی چین ادامه دارد و مقامات می‌گویند نمایشگاه برای جلب سرمایه چین و آفریدن جای‌های کاری در تاجیکستان کمک می‌کند. اما در نمایشگاه یک چیز بینندگان را گیج می‌کرد و آن هم معلومات درباره محصولات با زبان چینی که برای اکثریت مردم تاجیکستان نافهم است. شادمان یتیم در این نمایشگاه بود. таваҷҷӯҳи аксари сокинон дар намоишгоҳи молҳои чинӣ ба маҳсулоти доруворӣ ва гиёҳҳои чоӣ буд. тамошобинон мекӯшиданд дар бораи таркиб ва тарзи истеъмоли онҳо аз масъулин маълумоти бештар бигиранд. дар намоишгоҳи молҳои содироти музофоти гансуи чин ки дар шаҳри душанбе оғоз шуд, бастабандиҳои қариб ҳамаи молҳо танҳо бо забони чинӣ буданд. воридоти маҳсулоте ки маълумотномаҳои он ба забони ғайр навишта шудаанд муғоир ба қонунгузории Тоҷикистон дониста мешавад. мо ин маҳсулоти содиротиро аслан барои кишварҳои Осиёи ҷанубӣ ва мисли Таиланд, Сингапур, Малайзия истеҳсол мекунем. кӯшиш мекунем дафъаи дигар навиштаҷоти ин маҳсулотро бо забони русӣ баргардон кунем. ин соҳибкори чинӣ бухорӣ овардааст. вай мӯътақид аст ки бухориҳои онҳо дар бозори Тоҷикистон ба рақобат тоб хоҳад овард. нархи ин бухориҳои чинӣ то 1100 сомонӣ аст. дар ин намоишгоҳ беш аз 60 ширкати музофоти гансуи чин маҳсулоти худро ба маърази тамошо гузоштанд. масъулони палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон мегӯянд ҳадафи ин намоишгоҳ тақвияти ҳамкориҳои соҳибкорони чину Тоҷикистон ва ворид намудани сармояи бештари ширкатҳои чинӣ аст. ҳаҷми мубодилаи молу маҳсулот миёни Тоҷикистону Чин беш аз $2 миллиард амрикоиро ташкил медиҳад. чин бо он ки дар бозори Тоҷикистон мавқеи устувор пайдо кардааст, ба сегонаи бузургтарин шарикони тиҷоратии Тоҷикистон шомил мебошад. ҳамасола сармояҳои ширкатҳои чинӣ дар Тоҷикистон дар самтҳои роҳсозиву саноат ва коркарди канданиҳои табиӣ афзоиш меёбад. و خبر دیگر این است که شوکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان و همین گونه رئیس جمهوری موقت این کشور در انتخابات ریاستی جمهوری در ازبکستان که ماه دکبر برگزار می شود شرکت می کند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان گفت که شوکت میرزیویف همچون نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت شده است. شوکت میرزیویف که بیشتر از 13 سال نخست وزیر ازبکستان بود، بعد از مرگ اسلام کریموف در ماه سپتامبر در روز 2 سپتامبر رئیس جمهوری موقت ازبکستان تعیین شد. اسلام کریموف روز 2 سپتامبر بر اثر سکته مغزی درگذشت. و خبر دیگر فرهنگی است و از قرقیزستان. یک کارگردان قرقیز میگوید که مقامات کشورش اجازه ندادند هنوز یک فیلم او درباره حوادث سال 1916 در کشور به نمایش گذاشته شود. به قول مختار تنعلی، فیلم اورکون بزرگ که درباره کشتار دست جمعی نزدیک به 150,000 قرقیز سوی سربازان امپری روسیه قصه میکند آماده شده است. تا حال برای نمایش در خاک قرقیزستان فیلم را تصویب نکردند. و با این خبر رسیدیم به پایان برنامه. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.